اول از همه یک بندی که یک کم پهنا داشته باشه دور کمر تو گلترین قسمت کمر می‌بندیم و اندازه ها رو می‌گیریم یکی. اولین اندازه دور سینه که مشخصه قسمت برآمدگی سینه و تو اندازه ها ما آزادی در نظر نمی‌گیریم، نه خیلی می‌کشیم متر رو، نه آزاد. این نه انگوش، این بعضی انگوش می‌ذارن اینا، ما این کار انجام نمیدیم. تو روش ما فقط همون ثابت اندازه‌ای که هست می‌گیریم. دور کمر هم همینطور، همون دور کمر خودش. حالا این بنزی انگوش نباید آزادی بشه؟ نه، ما آزادی لازم نداریم تو روشمون، نه دیگه، چون ما الگوی آزادی میدیم توی چی اندازه‌گیری اون آزادی لازم نداریم. مخصوصا تو مجلسی که اصلا نباید قشنگ باید چفت بدیم، آزادی لازم نیست. اینم دور واسه قسمت برجسته واسه و برای بالاتنه جلو از دودی تا بالای متر میشه بالاتنه جلو. برای پشت باز دوباره از آخرین مهره تا بالای متر. برای سرشانه از بغل گردن تا قسمت برآمده سرشانه، یعنی این قسمت. اگه بعضی سرشانه ها مثلا افتاده بود و شک داشتیم که چطوری بگیریم، میتونید یک مداد رو اونطوری راست نگه دارین. برای این چون ماژیک پهنه زیاد مشخص نمیشه، یک مداد رو اینجوری شیب نگه دارین، تو هر جا که دیدین اینجا تموم شد اون قسمت میشه قسمت سرشانه. همون دقیق همینجا گفتم.